به نام خداوند بخشنده. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزای بیننده. آرزو میکنم هر کجای این جغرافیا هستید خوب و سرحال باشید و تا این دم روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. طبق معمول من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در یکی از برنامه‌های دیگر افتخار تا نیم ساعت دیگر در حضور شما قرار داریم. آرزو میکنم که تا پایان بیننده این برنامه باشید. خوشبختانه باز هم افغانستان، ورزشکاران افغانستان در رقابت‌های گوناگون رشته‌های مختلف توانستند که عنوان‌های خوبی را برای ورزش افغانستان کسب بکنند، از جمله رقابت‌های تکواندو که تکواندوکاران ما عازم شدند به کشور کره جنوبی و توانستند که در رقابت‌ها هم عالی بدرخشند، از جمله محسن رضایی، امید سحاک، بیژن صدر و خود استاد بشیر ترکی که با عنوان بهترین مربی او رقابت‌ها در بخش تکواندو شناخته شد. همچنان ذبیح‌الله شهزاد در بخش شکستندان اجسام سخت توانست که به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست پیدا بکنه. این واقعا یک نوید خوبی برای آینده تکواندوی افغانستان است. تکواندویی که من بازم یادآور میشم در 34 ولایت افغانستان زنده است. در 34 ولایت ورزشکاران میرن به کلب ها سر میزنند، تمرین میکنند و عرق میریزند تا اینکه برای افغانستان یک جایگاه خوب، یک نام خوب در آینده به دست بیارن. و ما حالا شاهد هستیم که جوانان ما که در رقابت های اوپن کره جنوبی در 3 رویداد کلان اشتراک کردند، واقعا دستاوردهای قناعت بخشی را به دست آوردند و در سوی دیگر تیم ملی زیر 17 سال افغانستان، تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که در نخستین بازی خود در برابر تیم قرقیزستان در رقابت‌های کافا یا مرکز آسیا قرقیزستان با نتیجه 3-0 شکست بده و در سوی دیگر با بچانسی در برابر تیم میزبانی دور از رقابت‌ها یعنی تاجیکستان با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کرد و تا حالا هم چانس داره که بدرخشند نوجوانان فوتبال افغانستان تا اینکه بتونن قهرمانی را بر افغانستان رقم بزنن. ولی حالا در استودیو 3 قهرمان، 3 مهمان خوبی که در رشته پرورش اندام چند پیش عالی درخشیدند و توانستند که در زون مرکز کابل عنوانهای گوناگونی را برای خودشان رقم بزنند. اینجا در استودیو با ما هستند هر یک: احمد فواد احمدی مربی و نایب قهرمان تیم ملی پرورش اندام و در سوی دیگر احمد جمال نظری عضو تیم ملی پرورش اندام و احمد بلال فایق عضو تیم ملی تناسب اندام یا هم فتنس. بسیار خوش آمدید مهمانا، ممنون از اینکه حضور پیدا کردین. تشکر. به نام خدا. من فواد احمدی مربی تیم ملی افغانستان و نایب قهرمان تیم ملی افغانستان هستم که در جمع ورزشکارا از جمله شاگردایی هستند که این دستاوردهای خیلی خوبه آوردن. بسیار خوش آمدین استاد. سلام و عرض ادب به شما. و یک سلام خاص به تمام بیننده هایی که ما را از طریق پرده تلویزیون شما میبینن و امید که در صفا و صمیمیت و بدور از گزند روزگار زندگی خدا سپاسگزار هستم. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردید. سلام و عرض ادب به شما و تمام بیننده های پرده تلویزیون ملی و یک سلام خاص به تمام وطنداران ما از چی در داخل کشور هستند چی در خارج از کشور. علیکم سلام، خیلی خوش آمدید. لطف نموده استاد در مورد رقابت هایی که چند پیش در بخش پرورش اندام در زون مرکز برگزار شد یک معلومات کلی به ما و بیننده ها بر ما ارائه بکن و بگو که در اون رقابت ها دستاورد خودتان چی بوده؟ با تشکر لطف کردین که ما را اینجا خواستین، کوچک نوازی کردین. استاد فواد احمدی نایب قهرمان تیم ملی و ترینر زون مرکز هستم که ما با جمع اساتیدی که جمع‌بندی کرده بودیم یک مسابقات زون مرکز، چون 4 زون در ولایت کابل می باشند که زون غرب، زون شمال، زون مرکز و زون غرب که در زون ما خود ما صاحبی زون مرکز می باشم که در 75 کلب بیشتر شاید حضور داشته باشه که با جمع رقابت کلب ها در زون مرکز در خود المپیک برگزار شده بود که خوشبختانه ما توانستیم که تقریبا 10 شاگرد از کلب خود ما رایابی شدن، چون ما 2 تا قهرمان آوردم، دوگاهش چون گنجایش برنامه کم بود آوردیم که احمد جمال نظری واقعا جوانان خیلی با زحمت و پرتلاش هستند که زحمت کشیدن که مقام اولی را در قد 1.85 سانتی از حال خود که در بخش فتنس و
بلال فایق که واقعا جوان خوش سیما و خوش صدا هستند، با یک بدن بسیار طلایی که واقعا بسیار رقابت‌های خوب کردن، حریفای پرقدرت خود واقعا شکست دادند که یا مقام طلا رو گرفتن که کپ مدالشان با جمع تقدیرنامه‌شان صحبت میکنیم استاد رویزو. در مورد برگزاری و رقابت ها به ما بگوین در رقابت ها با چه تعداد ورزشکار حضور پیدا کرده بودند؟ با جمع 325 شاگرد از تمام کلاب ها بودن که رقابت کردن که خوشبختانه ما تونستیم در سطح کلاب ها مقام دوم بگیریم که یعنی نایب قهرمان خود زون مرکز شویم. کلاب ما در سطح کابل دوم شدن. بسیار خوب. و تا حالا کسب سهمیه نکردیم و رقابت های انتخابی تیم ملی پشت سر نگذاشتیم؟ با از که ما شاگردای ما اول شدن و نایب قهرمان تیم خود زون مرکز شدیم، بازو ما با جمع مثال 10 شاگرد بودیم که 4 شاگرد ما عایز رایابی تیم ملی شدن که از این جمله 2 تا جوان قهرمان ما که واقعا خیلی زحمت کشیدن، بسیار رژیم‌های سخت متقبل شدن، رایابی تیم ملی شدن که دوم خوشبختانه ما کسب کردیم. بسیار تشکر. به خودت برمیگردیم. جمال جان، در مورد رقابتت بر ما بگو در کدام وزن خودت رقابت کردی و از سطح چند حریفت عبور کردی تا اینکه به این مقام رسیدی؟ تشکر از سوال شما. مسابقاتی که در 24 جوزا در سطح کابل گرفته شد که زون مرکز خوشبختانه کلاب ما توانست، کلاب فواد احمدی توانستیم که در کاتگوری 185 قد 185 چون من از سپورت فیزیک از بخش ما توانستم که 12 حریف ما در اونجا حضور داشتن، یعنی در مسابقه که ما بودیم که ما خوشبختانه بگم مقام اول توانستم که از آن خود کنم در قد 185. بله. و در مورد اسپورت فیزیک برای ما بگو، یک قسم اسپورت فیزیک در ذهن بیننده های ما همین رقم مبهم باقی مونده، چه تفاوتایی داره با فتنس و پرورش اندام؟ اسپورت فیزیک یک بخشی از فتنس است و در کل برگرفته شده از مو برجستگی های بدن میگن، یعنی عضلات بسیار برجسته و خیلی یک ورزش واقعا طاقت ورساست و رژیم بسیار باید ثقیل داشته باشه و تمرینات بسیار خوبی باید ضرورت داره که باید یک ورزشکار داشته باشه، آمادگی خاص براش باید بگیره که تشکری خاص از استادم میکنم که در این مسابقات واقعا مرا بسیار زیاد حمایت کرد و بالای ما خیلی زحمت کشید و توانستیم که با دعای از ایشان و با زحماتی که متقبل شدن واقعا و دوستایی که تشویق ما را کردن توانستم مقام اول در سطح کابل از آن خود کنم. بسیار خوب. انشالله کمی رقم عالی بدرخشی. و در مورد مسابقه ها بر ما بلال فایق میگه در کدام وزن مسابقه دادی در رقابت ها؟ فکر کنم بخش فتنس یا تناسب اندام خودت پیش میبری. بله خود من فتنس پیش میبرم. و در کدام سانتی قد مسابقه دادی؟ 1.75 سانتی متر خودم مسابقه کردم که در مسابقات زاین ماه جوزا 24 جوزا برگزار شده بود بین 75 کلاب و 330 شاگرد و ورزشکار بود که خودم مجید حریف داشتم. نمیم قد 1.75 واقعا ثقیل بود. ورزشکارای کابل بود دیگه بدون شک. و در مورد تفاوت پرورش اندام و فتنس یا تناسب اندام هم اگر به ما کم معلومات بدی، چه تفاوت‌هایی داره؟ تفاوت‌های عمده‌اش اگر بر ما بگویید. تفاوت‌های عمده‌شان یعنی فقط فتنس نیکر تا سر زون داره، هم بادی بیلدینگ پد داره. یک تفاوت عمده‌شان اینمی است و فتنس عضلات برجسته، ظرافت بدن و اینمی اسکیچ یا وی مقبوله میخواه. بادی بیلدینگ حجم عضلات میخواه. هرچ قدر نفر که حجم بدنش بلند باشه، پتایش بسیار بزرگ باشه، ساقای پای، شانه‌های زیر بغلش، سینه‌هایش میتونه بسیار خوب بدرخشه، مقام اول بگیره. اما کسی که فتنس پیش میبره مکمل فتنس سر شکم است، کتای سر گردن، نقره، زیر بغل، کوپان شانه، فیله کمر، ساق پای زمین میچرخه. حالا فتنس به خاطر صحتمندی پیش میبری یا اینکه سر یگان رفیقا و دوستا فیگور بری؟ من خیره میشه هدف خودم و امی تشویق فامیلم، تشویق استادایم، دوستایم امی بوده که همیشه ما باید بدرخشیم جهان، در جهان تا افغانستان یک کشور عقب مانده نمونه از هیچ نگاهی، از علم،
از نگاه علم، از نگاه ورزش، در آن کاتگوری ورزش که باشه، رقمی که باشه، چی جهان رزمی باشه، چی نمایشی باشه، باید بدرخشیم. هدف ما درخشیدن است، نه که کار کنیم. یک پیام خوبی پایک جان دادی به بیننده. آرزو میکنم کمی رقم انرژی و انگیزه‌ای که خودت داری و تزریق میکنی به بیننده هر جوان که در افغانستان از داشته باشه. استاد در مورد حضور فکر کنم شما کلاب هم دارین. بله ما کلاب به نام احمدی جیم. در مورد حضور ورزشکارانی که در رشته پرورش اندام پیش شما مراجعه میکنه، بر ما بگوین چطور از حضورشان، با چه دلگرمی و با چه شوق و علاقه میان نزد شما تمرین؟ خیلی تشکر، سوال خیلی خوب به جا کردین. پرورش اندام یا فتنس یک از ورزش‌های خیلی پرطرفدار می باشند که ما شما در سطح جامعه می‌بینیم که شاید در دنیا ببینیم، فکر کنیم که 70% دنیا به این فکر هستند که یک اندام زیبا داشته باشند، یک عضلات مقبول داشته باشند، که کالای مقبول برشان بگن، که در هر فامیل خانواده که شما برین، چون مادرای ما چون سنن بالاست، شمشیرای ما چه برادرای ما هستند، وقتی که نان بهشون کم چربتر میگه نه نمیخورم چون اندامم خراب میشه. یعنی خیلی پرطرفدار است. ما در این واقعا خیلی خوش میشم چون جوانای ما زیاد رجوع کردن به این ورزش در سطح کابل، در سطح افغانستان، چون زیاد جاهای دور پیش میان به خاطر که ما بتونیم تمرین کردن بر مسابقه آماده شدن. چون من خودم ترینر مسلکی هستم، کل چیزا با مسلکش خواندیم. شما چه می‌بینید هست تمامش با اسناد است. دیگه بچه‌ها بسیار جای دور میان مراجعه میکنن، به این اساس کوشش میکنیم که همون استعدادی که داریم، همون زحمت کشیدیم، همون کسبی که داریم بتونیم خوبتر بدرخشیم. شکر خدا الحمدلله در سطح کابل یک ویژگی خاص داریم. میبینید شالبندی که ما در سطح کابل گرفتیم. بله ان شاء الله در بالای برنامه با بیننده هم شریک می‌سازیم. و در مورد این بر ما بگو که استاد تا حالا رقابت‌های بیرون مرزی رفتین خارج از افغانستان؟ نه خیر، چون ما در دیار غربت زندگی میکردیم. وقتی که ما اینجا آمدیم با اون شروع برنامه اول که اساسا ما شروع کردیم، اساسا کلاب و کلابداری و ورزش و مسابقات، چون ما داخل کابل مسابقه کردیم سطح افغانستان، مسابقه کردیم که میبینید که کپ و مدال کل چیز دارم دیگه. قهرمان تیم ملی، نایب قهرمان تیم ملی هستم. در دو بخش هم، در بخش فتنس مسابقه کردیم، هم در بخش پرورش اندام شکر خدا حایز مقام هستم دیگه. در بخش پالیازم مسلکی، بخش ترینری، بخش سمینار عضلات بدن، اساسات تغذیه و داوری کلش خواندیم. شکر خدا یک ترینر خوب هستم. بدون شک قهرمانایی که اینجا هستند دیگه وقتی مثل شما ترینر داشته باشه دیگه بدون شک قهرمان میشن، عنوان کسب میکنن و بالی میدرخشن. جمال جان در موردی برای ما بگو که خودت تا حالا در چند رقابت داخلی اشتراک کردی و آیا تا به کدام رقابت بیرون مرزی هم رفتی به نمایندگی از تیم پرورش اندام افغانستان یا خیر؟ ما سالهای قبل ما به مدت 13 سال میشه که می ورزش ادامه میتونم و تحت اثر استاد فواد احمدی که یک ترینر بسیار خوب است و بالای شاگرداش همیشه زحمت کشیده و همچنان بالای خود من خیلی همیشه زحمت کشیده و من مدیر نشستم از این که همیشه همه شاگردایش واقعا به یک چشم دیدم. با ما 8 مسابقه در سطح افغانستان کردیم که خوشبختانه بگم 4 مسابقه در سطح ملی کردیم و دیگه مسابقاتم که بوده داخل کلاب بوده و مسابقات بوده که در زون بوده و من خوشبختانه بگم که امسال هم در سطح افغانستان یعنی تیم ملی افغانستان ما توانستم در 5 بهترین در سطح افغانستان بیام. بسیار خوب. در بخش فتنس مشخص اگر بر ما بگین بخش پرورش اندام و فتنس با بخشی که خودت پیش میبری جداست یا شامل پرورش اندام میشه؟ بخش فتنس که هست تمامش که مربوط خود بادی بیلدری میشه، اما در بادی بیلدری مثل که بلال جان گفت تفاوتش که هست بسیار یک چیز محدود است، یعنی قدر زیاد تفاوت زیاد نداره، فقط در این است که در فتنس که است همو حجم و عضلات و زیبایی و وی و بدن یک ورزشکار مهم است، اما در بادی بیلدری که است بدن حجم بزرگ و عضلات خیلی بزرگ در وجود خیلی مطرح است. اما در فتنس گرچند که فتنس واقعا خیلی مشکل تر است از بادی بیلدری اگر حساب کنیم، واقعا چون یک ورزشکار فتنس کار
خیلی زحمت میکشه، چون عضلاتش باید بسیار برجسته کنه و خیلی زیبا باید بدرخشه. من فکر میکنم من خودم که چون یک ورزشکار فتنس هستم فکر میکنم خیلی سخت است واقعا طاقت فرساست و ناگفته نمانه که در کل اگر ببینیم بادی بیلدری و فتنس یک ورزش پرهزینه و اگر بگم مبالغه نشه یک ورزش شاهانه است. کسایی که دارای اقتصاد خیلی خوب باشه میتونه پرهزینه بسیار زیاد است واقعا. اگر یک شخصی که مثلا یک ورزشکار که اگر دارای یک اقتصاد خوب نباشه فکر میکنم بسیار مشکل است که ورزش ادامه بده و خصوص در افغانستان باست. در موردی هم برای ما بگو، فکر کنم که وضعیت خودت خوب است که موضوع را چون 13 سال میشه کار میکنی. برای ما بگو که حمایت فدراسیون امروی شما چگونه بوده تا این دم، با وجودی خودتون هم میدونین که این رشته یک رشته پرهزینه است؟ متاسفانه اگر بگم واقعا تیم ملی افغانستان و یا هیئت رهبری تیم از بخش بادی بیلدری و فتنس افغانستان در بخش از اینکه حمایت از شاگردا و دوستا و کسایی که مثلا اشتراک میکنه با ورزش واقعا تا یک جایی واقعا توانسته که شاگردا را مثلا اعتمادشان به دست بیاره. اما در کل همگی میفهم همیشه میبینین که ورزشکارها واقعا شکایت داره. اما این ورزش که هست این ورزش پرهزینه است، اما به دوش خود یک ورزشکار است، چون اینجا علاقمندی و همو دلبستگی خود یک عشق علاقه خودش است. و تیم ملی افغانستان و هیئت رهبری که در سطحشان استاد باور هوتک است واقعا ما ازشان تشکری میکنیم. همی که سالانه همی ورزش وایی که مشقات در وطن وجود داره واقعا مشکلات وجود داره بازم همی مسابقات دایر میکنه و سالانه ما میبینیم که جوانای بسیار زیادی از سطح افغانستان میه و همیجا مسابقات دایر میشه و همون زحمتایی که کشیدن واقعا به جا نمیره و نتایج خوبی را میگیرن و همین که لبخند را به دوستا و عزیزانی که واقعا انتظار از این داره که یک ورزشکار چقدر زحمت کشیده همیره که همونجا که وقتی بالا استیج بالا میشه همین خیلی یک افتخار این است و همین خدمت بسیار بزرگ المپیک است. فکر میکنم برای یک ورزشکاری که بالای استیج میاد واقعا خیلی زحمت میکشن و امسال ناگفته نمانه که یکی از پرهزینه ترین فکر میکنم اگه استیج را واقعا اینا در نظر گرفته بودن که ورزشکارها واقعا آمدن و من واقعا جای افتخار میدانم برای خودم برای اعضای بورد خود ما که از کلاب ماست که ما تانستیم در اوجا رایابی ازش شدیم و بالای استیج بدرخشیم. انشالله کمی رقم عالی بدرخشی و در بلال یک قسم به آرام است. در وقت تمرین خود قسم آرام نیستی یا وزنا را مو رقم ثقیل میزنی؟ خب دیگه فرق میکنه روز برای روزی که زیادتر انرژی داشته باشیم خب تر تمرین میکنیم، روزی که یک ذره کم انرژی باشیم کسل و قدر خوب نمی باشه. چه چیز فتنس خوشت آمد که آمدی رشته را انتخاب کردی؟ این چیزی که خوشم آمد دمی اولین کسی که بود استاد یاسین قادری. بله. وقتی که زمان که می دیدم که بسیار قهرمان و بسیار یک بدن مقبول داره قهرمانی را کسب کرد. بعد از او عکسای از او می دیدم پیش تعقیب میکردم میشه باز علاقه‌مند از ورزش شدم. بسیار من آهسته ورزش شروع کردیم. 4 سال میشه که این رشته را پیش میبرم. خودم 4 مسابقه کردیم که 2 تاش درونی کلاب بوده، یک مسابقه زون و یک مسابقه ملی که در تیم ملی هم مسابقه دادی؟ بله مسابقه. و تا حالا به رقابت‌های بیرون مرزی نرفتی برای من نگه؟ خیر. و تمرینات هم دیگه بدون شک بدن بسیار مقبول داری، متواتر بدون غیرحاضری پیش میری، مثل ما ور نیست که یک روز بری و 3 روز نه. خب دیگه شوق هست تمرین که بشه فقط چیز را گم کرده باشم خود سر به خود روان میشم طرف کلاب باید برم که نرم احساس میکنم چیز را گم کردیم. بسیار یک چیز مهمه میخوام یک بخش زندگیم شده مثل که نان خوردن تا نان بخوریم زنده میمونیم. بله. یعنی به می حساب به می ورزشم به می اونمو رقم شده مثل یک تقسیم اوقات روزانه شده دیگه. که هیچ اجرایی ندارید. بله بدون شک تمام چیز بستگی به پشتکار انسان داره که اگر راه یک به تارگت قرار داد، هدف قرار داد دیگه باید در مسیر از او بره تا اینکه قهرمان بشه. استاد در مورد این هم بر ما بگوین که
چقدر اقتصاد در این رشته ورزشی رول داره و حالا تا حالا کدام ورزشکار شما آمده که من بنابر ناچاری و اقتصاد ضعیف نمیتونم این رشته را پیش ببرم؟ باید یک مورد روبرو شدین تا طبعا این گپ است، چون این ورزش کلا به اقتصاد ضرورت داره که چون ما وقتی ورزش میکنیم کالری از دست میدیم، چون تمرینات بسیار ثقیل است، با هم زور زدن کار هر کس نیست. بله. یگان تا پروشندان کم میگیرن، وقتی داخلش میفهمن که واقعا یک ورزش بسیار ثقیل ورزش بسیار مردانه است که واقعا با آهن دیگه گفتی خودت مجادله داری. مجادله میکنی، بسیار ثقیل است. عضلات با آهن زور پنجه میکنی که استعداد کنه مثلا رشد کنه دیگه. واقعا زیاد جوانای ما از نگاه اقتصاد مشکلات داره، چون در این شرایط میفهمیم که کار نیست و قدر مثلا هزینه خرج مشکلات اقتصادی زیاد است، بازارها قیمتی به اوج خود رسیده. جوانای ما اکثریت که مثلا رها میکنن وقتی ما داشتن پرسان میکنیم چرا جیم نمیین و می اساس که میگن نمیتونیم ما بودجه انرژی خود پوره کنیم تامین کنیم. ولی بازم جوانایی که هستن مثل آیت جمال، بلال جان و دیگه شاگردایم که واقعا عشق و علاقه دارن، ولی همیشه ما میگیم که تلاش پشتکار انسان به هدفهای بلند میرسونه. هر جوانی که وقتی در زندگی خود هدف تعیین میکنن و همیشه به قله های بلند میرسن. این جوانان زحمت کشیدن، تلاش کردن، بالای ما اعتماد کردن، همون هدفی که داشتن. یکی از خاطراتم است که وقتی بلال جان پیش ما اومد، ما میخوایم اول شم، یک آرزو داشت، ولی ما همون علاقه که داشت میگه میفهم بلال جانم اقتصاد خوب ندارن ولی پشتکار و تلاش هدف مندمی که شما اقتصاد گفتین. بله. و همون تلاش و زحمت و همون تجربه که داشتیم به فضل خدا هم دزون ما حول شدن، هم رای تیم ملی شدن، کجا مقام خوب گرفتن که واقعا این از پشتکار است. یعنی کس نمیگه که ما اقتصاد نداریم نمیتونیم، ولی که تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، میتونیم با اون داشته‌های خود میتونن برسن به مقام. و بر ما نگفتی استاد چقدر وقت میشه درگیر پرورش اندام هستی؟ مشخصا چند سال بدونی چه خودت ترینر هم هستی، سرمربی هم هستی؟ یک تشکری از خودتون میگم، تشکری از فامیل میکنم که من شکر خدا از فامیل ورزشکار هستم، بخش سوم خانواده هستم که من در این رشته این مسلک پیش میرم. برادر کلانم انجینر صاحب الله که الگویم بوده، کلبدار بودن، بعد از او انجینر وحید الله برادرم که بعد از او کلبدار بودن. چون ما زیر دست از واقع کلان شدیم، یاد گرفتیم حرفه‌ای فامیلی اجانا. تقریبا مدت 40 سال است که در رشته ورزش فامیل ما خدمت میکنه، ولی 22 سال از خود ما در رشته خدمت میکنم. به هموطنان شکر خدا مردم راضی هستن، از ما خوش هستن. استاد در بخش وزنا و تجهیزات امکاناتی که حالا در اختیار قشر جوان و قشر که حالا هستن روی کار قرار داره، چه تفاوتایی میبینین با او امکاناتی که در 4 سال پیش؟ یک سوال خوب کردی. زمانی که من خودم خرد بودم، برادرم کلب داشت، وقتی که میرفتیم بسیار آینای مثال از تانگ موتر، از موترها جور میکردن، پیدا میکردن سرای کونای آین پیدا میکردن، دنبلای سیمیتی، از چوکی های تخته فلزی، از گراری های موتر، به چیزا یک کلپ بسیار معمولی خرد با اندازه یک اتاقک جور کرده بودن که چند تا جوان منطقه تمرین میکرد و خود ما برادرها در هر تایم که میرفتیم اصلا جای نبود، بسیار خرد بود، ولی جوانا بازم شوق داشتن در اون زمان تمرین میکردن. باز اساسا که پیش رفتن برادر دیگه که مثال کلب دار شده، کم وسایل خریدن دیگه، بالاخره که بود من خودم در این رشته در آمدم، مسابقه کردم، مسلکی شدیم دیگه، باز خواستیم وسایلای کم مدرن تر بیاریم. یعنی اوی تفاوتی که وسایلای امروز سعی میکنن تا سبب بسیار فرق میکنه، ولی بازم از دید ما او جوانی که زحمت میکشه وسایل برش مهم نیست. زحمت مهم است. از ما فکر میکنم در دوران خود هارنولد شما سعی کنید تقریبا 40-45 سال پیش این قهرمان که الگوی زیاد کسا هستن که مثلا یک قهرمان بسیار نابغه است در دنیا، یا بسیار یک کلپ بسیار معمولی تمرین میکنن ولی زحمت میکشه، ولی تا امروز بدنش کسی جاگزین نشده، ولی همون زحمتی که مثلا 40 سال پیش کشیده، زحمت کشیده، خود رسانده، امروز تا کس نتونسته او همون عضلاتش جور کنه. به خاطر چی؟ زحمت میکشه. بله. بسیار. یعنی ما میگیم
پشت کار داشته باشند. بعض جوان هستند که پشتمون میگردن که کدام کلاب رنگ و رخ داشته باشه و عکس های مقبول باشه، ولی ما اگر در گلجیم امریکا هم تمرین کنیم و اگر زحمت نکشیم تلاش نکنیم جای نمیرسیم. ولی اون کسی که اولاد غریب از کلاب غریبانه تمرین میکنه ولی زحمت میکشه، مثلا بلال جان دیگه شاگردای ما که هستن ولی کلشون قهرمان هستن. ما خودم کلاب داریم، مثلا جوانا زحمت میکشن، همه سالا سعی میکنیم از کلاب ما قهرمانی و مدالای اطلاع میارن، ولی گرچه فعلا امروز به امروز میگم بسیار کلاب هاست که با 3 لک دلار 4 لک دلار جور میکنن ولی قهرمان ندارن، به خاطر چی که تجربهش ندارن، یا اون شاگردم که اونجا میرن به خاطر یک 5 دقیقه میرن ساعتشان تیر شوه، به این نمیرن که زحمت بکشن که واقعا یک هدف داشته باشن برسونن خدا. بسیار خوب. جمال جان در مورد هم به شما برمیگردم مثلا با پوزش. جمال جان یک اصطلاح از بین امی ورزشکارای پرورش اندام و بدنسازا میگه که یک بازو کلان میشه یک بازو خرد میمانه. امی حقیقت داره نداره یا حرکت اشتباه میرن؟ اما یک اصطلاح از بین امی ورزشکارای پرورش اندام. در کل پروردگار عالم که می بدن انسان که ساخته به مو یک شکل ساخته، هیچ عیبی در وجود انسان نیست. و خداوند بدن انسان که ساخته به مو یک شکل ساخته. وقتی که خودت میخوای کوره مثلا شکل بدی به مو شکلی که الگویی داری یا مثلا یک کس را انتخاب میکنی که به هم شکل از او باید یک بدن بسازی، زمانی که تو در یک کلاب میری تحت اثر یک استاد یا یک ترینر باید از او خیلی چیزا را باید بیاموزی و به شکل حرفه‌ای باید اگر تمرین کنی. هرگز فکر نمیکنم که بدنتان کنم آسیب ببینه و یا یک بازویت خرد یک بازویت کلان شود. ما خوشبختانم اگر بگویم در پیش استاد فؤاد که 13 سال است من خودم شاگردش هستم، واقعا ما یک چیز را تا حال تجربه نکردیم و ندیدیم هم که تو یک ورزشکار آمده باشه و ما گفته باشه یا بر استاد گفته باشه که والا یک بازویم خرد است یک بازویم کلان است. در کل فکر میکنم او مشکل خود یک ورزشکار نشان میده که تحت اثر یک استاد خوب یک ترینر خوب ورزش نمیکنه، اما نتیجهش از این میشه که چون وقتی او تجربه نداره مثلا یک فشار به یک قسمت یک بدن میاره، اما قسمت بدن ببین که یعنی چون مبارزه با آهن میکنی دیگه بدن تا یک قسمت شکلان میسازی یک قسمت خرد میمانه. این امکانش هست حتما، چرا نه؟ اگر ما شما بگیم با یک دست اگر یک کار کنیم اما دست ما همیشه قوی باشه، ما با دست دیگه اگر کار نکنیم او ضعیف میمونه. در کل دست چپ با دست راست یک چیز تفاوت داره، چون زیادتر اکثر کارها را با دست راست خود میکنیم، دست چپ ما ضعیف میباشه. به نظر من یک ورزشکار خوب میتونه تمام بدن خود به یک شکل نگاه کنه، چون زحمت بالای تمام بدن خود باید بکشه. فکر میکنم یک آدم ضرورت نداره که باید با دست راست خود همه کار کنه، با دست چپ هم میتونی همه کار کنی. پس اگر بالاش تلاش کنی زحمت بکش انشالله که نتیجه خوب میده. و یک چیز را فکر نکنم تو یک اتفاق گفته که یک اعضای بدن کوچک بنه، باز واقعا خیلی همون گفته تناسب بدن گفته و از وقتی که یک ورزشکار تناسب بدن نداشته باشه، یک بازو خرد یک بازو کلان یک سینه خرد، اما باز هم اگر یک ورزشکار باید یک چیز مقابل میشه و اگر تو مشکل پیدا میکنه میتونه که تحت اثر یک استاد خوب بره پس زحمت بکشه، استاد انشالله برشان راهنمایی خوب میکنه و انشالله میتونه که همون مشکلش حل کنه. شاید مشکل همی باشه که حرکت درست نمیره. ما استادی اصطلاح بسیار معروف است که میگه یک قسمت بازویش کلان مانده یک قسمت بازویش خرد مانده، به دلیلی که فکر کنم درست تمرین نکرده یا نکات مورد نیاز که استاد به شاگرد میگه یا به ورزشکار میگه درست گوش نگرفته، به مو اساس سر به خود به اصطلاح هم کار کرده تا اینکه او رقم یک برآیند داشته بدنش. تشکر از خودت، سوال بجا کردی. ما همیش در کلاب های چون من خودم ترینر مرکز هستم کلاب ها رو میبینیم این گپا رایج است میباشن، زیاد کسا شکایت دارن. خب چند دلیل داره. یکی خدا داد است یگان تا مشکل ژنتیکیش از دوران طفولیت میباشه یا مثلا صدمه میخورده باشه، یک قسمت سینهشان مشت خورده یا چیز ضربه خورده میشه خرد میمانده باشه. وقتی آسیب میده باشه عضله، وقتی که شروع میکن تمرین بازو یک عضلهشان رشد نمیکنه. این یک وابستگی یک مربی خوب داره. وقتی که شما یک مربی خوب باشین از همه چیز آگاه باشین، باز راه ها دارن که ما شاید خودم
چند قبل مثال که شاگردان به نام پرویز همین مشکل داشت که یک قسمت سینیش مشکل داشت. بله. ضرب خورده بود. باز من چون به اون تجربه که داشتم یک مدت زمان کار کردم، پس اون برابر شد. این وابستگی به یک ترینر خوب داره که بفهمه، تجربه خوب داشته باشه که بتونم اون کمبودی شاگرد مشکل حل کنن. ترینر به این معنی که شاگردا وقتی که زیر دستش کار میکنن کلی به یک ثبت نیست. مثال زیاد کسا هستند که پیست کاپی میکنن، مثلا امو حرکتی که یاد گرفتن بالای کلی یکسان کار میکنن. اگه یک ترینر خوب تجربه خوب داشته باشه، یک استاد خوب باشه، امو از تجربه خود یعنی هر سبک باید جداگانه تمرین بده. مثلا خودت هستی به یک اسکیج هستی یا به دیگه اسکیج یا بلالجام هستی، با هر کدامتون میتودای خاص کار است. اینطور نمیشه که یک حرکت و یک تمرین بالای کلتون یکسان کنیم، چون فرق میکنی. وابستگی به یک ترینر خوب به یک تجربه خوب کار داره که انسان یک مربی خوب این ویژگی‌ها رو داشته باشه بتونه شاگردای خوب تربیت کنه. بسیار خوب استاد، چون وقت برنامه هم دیگه رو به اتمام است، میایم روی قهرمانی‌ها صحبت میکنیم. اول بلال جان میشه در مورد مدال‌ها و تحصیل‌نامه‌هایی که خودت کسب کردی در این مدت بر ما وضاحت بدی. کدام قسمت است؟ اگر در اختیار ما قرار بدیش خوب میشه. مشکل نیست. مسابقه اول را که من کردم امی کپم است که در امی کپم است که بسیار خوب. کپ است فکر کنم باز شد مشکل. باز شده. امی مسابقه اولم بود که پیش خود استاد فواد داخل کلاب مسابقه کردم. اول شدم. بساط کلاب هستی؟ مسابقه کردم بله. دومین مسابقه باز مساط کلاب است که امی کپ است و مسابقه سوم امی کپ است جام است که سطح زون است و در مسابقات ملی تونستیم یک مقام خوب تر بگیریم. بسیار خوب. و اگر برای خودت فرصت مهیا شود که در رقابت‌های مهم و کلان جهانی اشتراک بکنی، با چه برنامه و با چه استراتژی وارد رقابت‌ها خواهی شد؟ اگر مشکلات مکمل در افغانستان میفهمیم، خصوصا در جهان ورزش مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد یاری کنه، ما اینما 4 ساله که ما تمرین کردیم از استاد فواد کرده مربی خوب پیدا نکردیم تا به حال. واقعا یک استاد فهمیده و رسیده است که هیچ مشکل نداره، همیشه عوارض بدن ما رو میگیره. از علات ما که مشکل داشته باشه سر ما کار میکنه که اکادمی استاد قهرمان خود میتونیم اگه اقتصاد یاری کنه در سطح جهان بدرخشیم بدون شک. هیچ مشکل نداریم و بدون شک تحصیلنامه هم داری دیگه خودت. بله. اگرم تحصیلنامه خودت بر ما ای از کدام رقابت هاست؟ مقام اول هم گرفتی؟ زون مرکز. زون مرکز. همین رقابت هایی که چند پیش بود. بله. ماشاءالله قدر تحصیلنامه و تقدیرنامه گرفتی بلال جان که اگر کلش نشان بدیم یکی وقت برنامه نمی گنجه. ایرم استاد اگر بر ما بتی از بلال جان است روی ازی هم صحبت کو که از کدام رقابت ها؟ ایر از مسابقات احمدی جم که داخل کلاب مسابقه کردیم مقام دوم گرفتیم دیگه مسابقه. بسیار خوب. بساط کلاب بوده. بساط کلاب بوده. بسیار خوب. واقعا انشالله کمی رقم عالی بدرخشی. زنده باشین. تشکر. و جمال جان خودت در مورد دستاوردهایت بر ما بگو، چون اینجا یک کلکسیونی از افتخارات از دیگه. من خب تفکیک کردن نمیتونم کدامش مربوط استاد میشه، کدامش مربوط خودت میشه و کدامش مربوط بلال جان. اگر روش صحبت بکنی. خوشبختانه امی جام را که شما پیش رویتان میبینین امی جام ما توانستم. بله این جام ما توانستم که در زون مرکز که در 24 جوزا دایر شده بود ما توانستم که مقام اول امیر از آن خود کنم و این تقدیرنامه ما است. امور اگر در اختیار من قرار بدین. این از زون بله در زون مرکز بود که ما در قد 1.85 توانستم در بخش اسپورت فیزیک مقام زون اول از آن خود کنم. بله. بسیار خوب. و قدم دیگه در بخش رو بله قد اما اساس یک ورزش نشان میده. معیارش از دیگه. معیارش است. باز ما دم کاتگوری بالا هستیم، یعنی ما آخرین های لیول میگن دم لیول آخر، یعنی قد بلند کس از ما هست و اون ورزش توانستیم که مقام اول بگیریم. ان شاء الله کمی رقم عالی بدرخشی و بتونی که از این مدال‌ها و جام‌ها و کپ‌ها
از رویدادهای کلان بیرونی هم بر افغانستان کسب بکنید؟ انشالله ما تصمیمش داریم، برنامه داریم. انشالله ما یک سال که پیش رو داریم تحت اثر استاد و نظریات استاد هستیم و انشالله کوشش میکنیم که در مسابقات بیرون مرزی که در سطح آسیا است انشالله که خوب خواد درخشیم و شاید که برنامه داشته باشیم و خیلی در آینده که بیاییم باز انشالله افتخارات از بیرون بیاریم. شما حضور پیدا بکنین، دستاورد خوب داشته باشین و ما باز هم شما را مهمان خود دعوت بکنیم. قربانتان، سلامت انشالله. استاد از شما خب بدون شک بسیار زیاد هست، اگر روی ازی اول صحبت بکنین. نامش هم استاد نمیفهم. شالبند افتخاری است، یعنی بهترین شالبند در سطح کابل، یعنی بهترین ترنر کابل شد. از دفعه چرا نه که واقعا از نگاه معنویات خیلی به ارزش داره که من این شالبند در سال 98 در سال ماه سور 1398 به دست آوردم که کلاب ما در سطح کابل قهرمان سطح کابل شد که باز من با جمع شاگردانم که بهترین ترنر کابل شدم. این افتخاری از جناب باور صاحب هوتک خان و رئیس المپیک و نورهدی شیرزاد سر مربی تیم ملی بر من اهدا کردن که واقعا من تشکری میکنم از عالی جنابان که واقعا حق به اقدار سپردن، دیگه واقعا زحمت میکشن در فدراسیون ما. استاد باور هوتک، نورهدی شیرزاد، استاد وحید بارکزای، حمید شیرزاد، استاد شیر که واقعا همه عالی جنابان در این راستا زحمت کشیدن. این بر من اهدا کردن. واقعا من خیلی خوشحال هستم که بر من از نگاه معنویات خیلی بدون شک جایگاه و معنویات بالاتر از مادیات است. وقت برنامه استاد تمام است. اگر کدام حرف و حدیثی باشه که چند چیزی نگفته نمونه، اینمی خیلی واقعا ما یار خیلی زحمت کشیدیم. بخش سیمینارهای عضله است و تغذیه است که ما چون از نگاه پرورش اندام مسلکی بودن، همین که ما همه چیزا را به اساس یک حرفه‌ای خواندیم، یک حرفه‌ای کلچه در المپیک خواندیم که من تشکری میکنم از جناب رئیس بارهان هوتک و نورهدی که سیمینارهای بسیار حرفه‌ای را در خود داخل چی میکنن که من و دیگهش باعث داور هستم در المپیک. یکی این تصدیق نامه که من باعث داور خواندیم، داور هستم در المپیک، داور بین المللی افغانستان که بر من اهدا کردن. یا باش که بسیار تشکر استاد. بدون شک تقدیرنامه زیاد است و انشالله که ما بتانیم در برنامه‌های دیگر شما را در برنامه داشته باشیم و رویش مفصل صحبت بکنیم. کدام پیامی استاد اگر باشه میشه فشرده برسیم؟ ما همیش یک پیام داریم، جوینده یابنده است، عقل سلیم در بدن سالم است. جوانای ما همیشه ورزش کنن، از مخدرات دور باشن، انشالله یک زندگی بسیار مرفه و بسیار چون عقل سلیم در بدن سلیم است، همیشه ورزش کنن. سپاسگزار هستم بلال جان، جمال جان از اینکه حضور پیدا کردین. سپاسگزار هستم از شما هم که تا حالا بیننده برنامه افتخار بودید. تا برنامه‌های دیگر که ما با جمع از تیم خود در حضور شما قرار می‌گیریم، شما رو به خداوند منان و بی‌نیاز می‌سپارم.